یه شخصی به من مراجعه کرده بود و از نگرانی‌هاش داشت صحبت می‌کرد. میگفت نگران خودم هستم، نگران همسرم هستم، نگران زندگیم هستم. یه شکیاتی وارد زندگیم شده و امثال اینها. نگرانی‌هایی که شاید هر شخصی توی زندگیش بنا به دلایل مختلف بخواد تجربه بکنه. بعد از اینکه یکی 2 ساعت این شخص صحبت کرد، توصیه من به این آدم این بود که یا جهت دیش ماهواره‌ایش رو تغییر بده یا کلاً تلویزیونش رو خاموش بکنه. اگر این کار رو انجام بده، بسیاری از اون ترس‌ها، بسیاری از اون نگرانی‌ها از زندگیش خارج میشه. دیگه وجود نخواهد داشت که بخواد به یک شخصی مراجعه بکنه که بخواد این نگرانی‌ها رو براش کمرنگ بکنه. یکی از روش‌های ایجاد ترس در انسان‌ها دستکاری اطلاعات زیستی و ماهیت و جایگاه والای بشریه. میان اطلاعات صحیح رو به مرور زمان، نه اینکه در یک روز، یک ماه، یک سال، حتی 10 سال، نه. در طول سالیان سال میان اطلاعات صحیح رو از رده مصرفی خارج میکنن. دیگه کسی به اون اطلاعات دسترسی نداره. دیگه کسی واقعیت رو نمیدونه. ما برای اینکه یک سری واقعیت ها رو ازش باخبر بشیم باید یک سری اقداماتی انجام بدیم. حالا برای اینکه بتونیم اون اقدامات رو انجام بدیم باید یک سری توانمندی ها و یک سری ابزارهایی داشته باشیم. خب یک سری توانمندی ها و یک سری ابزارها در اختیار بسیاری از مردم دنیا نیست. در اختیار یا در دسترس یک سری افراد خاص هست. بنابراین هر اطلاعاتی در اون زمینه به خصوص که برای کسبش نیاز به ابزار هست، ما فقط میتونیم به اون آدم‌های خاص مراجعه بکنیم. از اونها کسب بکنیم این اطلاعات رو. حالا اگر اون آدم‌ها لطف بکنن و اطلاعات صحیح رو به ما بدن، اون موقع ما میتونیم به اطلاعات صحیح دسترسی داشته باشیم. در غیر این صورت یا به اطلاعات صحیح دسترسی نخواهیم داشت هرگز، یا در اون زمینه به خصوص اطلاعات غلطی رو به ما منتقل میکنن. یکی از شیوه های کنترل و مدیریت انسان در حال حاضر روی این زمین همینه. از دسترس خارج کردن اطلاعات صحیح و جاری کردن اطلاعات غلط در جامعه. اطلاعات غلط و نادرست بیشماری که با تکرار و تکرار و تکرار و باز هم تکرار در طول سالیان سال این اطلاعات غلط تبدیل شده به اطلاعات صحیح، به اطلاعات درست، تبدیل شده به یک واقعیت، در حالی که حقیقت یک چیز دیگری است. با این اطلاعات غلط انسان رو پوچ و ناچیز نشون میدن. وجود بشر رو، جایگاه بشر رو در این جهان ناچیز نشون میدن. اومدن اطلاعات زیستی طبیعی بشر رو دستکاری کردن. اومدن انواع و اقسام سبک‌های زندگی ایجاد کردن. سبک زندگی فلان، سبک زندگی بسار. بر چی اینها ایجاد شده؟ برای اینکه اون سبک اصلی و واقعی و طبیعی زندگی این وسط گم بشه. شاید این بخش از صحبت هم هضمش اگر از سطح بالای آگاهی برخوردار نباشید براتون سخت باشه. ولی امیدوارم این بخش از صحبت‌های من زمینه سازی برای شما باشه که بخواید به دنبال کسب آگاهی‌های بیشتر باشید. اومدن به جای استفاده از مواد طبیعی ما رو تشویق کردن به استفاده از مواد شیمیایی. چطور اطلاعات رو دستکاری میکنن؟ چطور اطلاعات غلط رو در جامعه رواج میدن و جاری میکنن؟ به همین شکل. فکر نکنید کارهای عجیب غریبی قرار هست بکنن یا کردن. نه، همین کارهای ساده. اومدن برای ما مواد بهداشتی تولید کردن. مواد آرایشی تولید کردن.
مواد شوینده تولید کردن، کود محصولات کشاورزی تولید کردن و خیلی چیزهای زیاد دیگه. آیا اینها قرار هست که به من کمک بکنه روند طبیعی زندگی خودم رو پیش ببرم؟ خیر، به هیچ وجه. قرار هست که من رو از روند طبیعی زندگیم خارج بکنه. ما داریم خمیردندون استفاده میکنیم. خمیردندون چه بلایی سر دهان و دندان ما میاره؟ برید مطالعه کنید دربارش. یک ماده شیمیاییه. به ما گفتن که با این ماده شیمیایی میتونید سلامت دهان و دندان خودتون رو داشته باشید. آیا همه موجوداتی که در طبیعت دارن زندگی میکنن از خمیردندون استفاده میکنن؟ مسواک میزنن به این شکل؟ ماده شیمیایی میریزن تو حلقشون برای اینکه دندوناشون سالم بمونه؟ یا همه حیوانات این زمین توی صف دندون پزشکی هن؟ مثال دارم میزنم، یک نمونه است، یک نمونه از هزاران هزار مورد این چنینی. برای آبرسانی پوستتون بیایید فلان ماده شیمیایی رو بمالید رو صورتتون. چرا؟ برای اینکه شاداب بشه پوستتون، جوان بشید. روند طبیعی رو از ما میگیرن، ما رو خارج میکنن از این روند زندگی طبیعی. ظرف و ظروفتون رو با انواع مواد شوینده بشورید. انگشتتون رو بکشید داخل لیوان، یک قریچ صدا بده، بفهمید تمیز شده، حال کنید از این اتفاق. نمیخوام بگم کثیفی خوبه، نمیخوام بگم ما از مواد فلان و فلان و فلان استفاده بکنیم یا نکنیم. دارم مسیر رو به شما نشون میدم، دارم یک سری کدهایی رو برای شما نمایان میکنم که بگیرید اینها رو. آیا انسانهایی که در گذشته بودن فقط به ما گفتن؟ انسانهایی که در گذشته بودن همه داشتن میمردن، ما نجاتشون دادیم با این دارو، با این واکسن، با این فلان. پس چطور شده نمردن و نسل ما تا به الان هست؟ مگه صحبت هزاران و میلیون ها سال نیست؟ آیا همه اینها مواد شیمیایی مصرف کردن؟ ظرفاشون رو با مواد شیمیایی شستن؟ میدونید این مواد شیمیایی رو ما داریم مصرف میکنیم؟ میگم فلانی سم خورد مرد. چقدر سم خورد مرد؟ دوزش چقدر بود؟ شما خطرناکترین سم موجود روی زمین رو اگر پیدا بکنید بخواید مصرف بکنید، یک مقدار دوزش رو کم بکنید، شما رو نمیکشه، مسمومتون میکنه. اگر دوزش رو باز کمتر بکنید حتی شما رو مسموم هم نمیکنه. یعنی نمیتونید متوجه مسمومیت خودتون بشید. ولی اگر به دفعات تکرار بشه همین دوز پایین، از یه جای دیگه میزنه بیرون. اومدن گفتن کمک بکنید به خاک. چه کمکی بکنیم؟ بیایید این ماده شیمیایی رو بریزید توی خاک تا اون محصولی که میخواد بیاد بالا قونده بشه، خوشگل بشه، ترگل ورگل بشه. قدیما میرفتیم یه سیب از درخت بچینیم، 4 تا کرم داخل سیب زندگی میکردن. الان محصولات کشاورزی به قدری آلوده هستن که حشرات ازشون دور شدن. همه میوه ها سالم داره میشه و ما فکر میکنیم این اتفاق بسیار خوبیه. نه، اتفاق بسیار وحشتناکیه. بله، ما باید جلوگیری بکنیم از آفت زدن محصولات کشاورزیمون، ولی به چه شکل؟ آیا با مواد شیمیایی یا روش‌های طبیعی؟ نه اینکه روش‌های طبیعی وجود نداره، هست، همه اینها هست، ولی انقدر اطلاعات نادرست رو جاری کردن در جامعه، اطلاعات درست از بین رفته. اینجاست که میگم اطلاعات درست از بین میره. وقتی اطلاعات درست از بین بره، شما دسترسی به اطلاعات صحیح نداشته باشید، ناگزیر از اطلاعات غلط استفاده میکنید و خروجی اطلاعات غلط میشه زندگی غلط، میشه بدی، میشه بیماری. اومدن با یک سری کارهایی که انجام میدن، اقداماتی که دارن میکنن، ذهن انسان رو از درون به بیرون معطوف کردن. انسان‌ها دیگه به درون خودشون کاری ندارن، با بیرون خودشون کلاً کار دارن. چرا که اگر با درون خودتون کار داشته باشید، از نظر روانی رشد میکنید.
از نظر فکری رشد میکنید. از نظر معنویت رشد میکنید. همه این اتفاقات میتونه بیفته. ولی وقتی به بیرون معطوف بشه ذهنها، یک نهادی شما رو ورداره ببره توی کهکشانها، بگه این سیاره، این ستاره میلیون سال از شما دوره، بگه اگر ما بخوایم به فلان کهکشان سفر بکنیم بیلیون باید مسیر طی بکنیم، اعداد و ارقامی که اصلاً قابل حساب کردن نیست. شما نمیتونی اینها رو محاسبه بکنی، فقط رقم و اعدادی که دارن میگن. میان زمین رو نشون میدن و هی این زمین رو کوچیکتر و کوچیکتر میکنن با فاصله گرفتن ازش و در نهایت یک نقطه میشه و اون نقطه هم در نهایت در کهکشان گم میشه و این کهکشان هم در یک سری کهکشان‌های دیگه گم میشه. همینجوری بعد به شما میگن تو در کجای این عالم هستی؟ یعنی چی؟ یعنی تو هیچی، تو پوچی، تو اصلا وجود نداری، تو اصلا نیستی الان، فکر میکنی هستی. آیا چنین تفکری، چنین اندیشه‌ای میتونه به شما کمک بکنه که جایگاه والای انسانی خودتون رو پیدا بکنید؟ یا میگید ای بابا، منی که در این عالم حتی دیده هم نمیشم، حتی نمیتونم درک هم بشم، وجدان میخوام چی کار؟ آینده میخوام چی کار؟ زندگی معنوی میخوام چی کار؟ زندگی انسانی میخوام چی کار؟ پس میچسبی به بیرون، مصرفگرا میشی، گیم باز میشی، فیلم باز میشی، شبکه‌های خبری رو دنبال میکنی، بازارگردی میکنی. همه اینها لحظه‌ای و گذراست. خروجی اینها میخواد چی بشه؟ یارو فیلم داره میبینه، یه فیلم از سینمای هالیوود ساختن دیگه، قبلا هم توی همین مباحث براتون توضیح دادم. یه سری میکروب هایی از فلان آتش فشان میزنن بیرون، میان داخل شهر و دنیا رو آلوده میکنن، همه میمیرن. خب این چی داره ایجاد میکنه؟ ترس. گیم هایی که دادن، بازی هایی که دادن دست این نوجوانا، چی کار میکنن؟ همش در حال کشتنن. یه اسلحه گرفتن دستشون، یه چاقو گرفتن دستشون، توی این بازی ها دارن میکشن. این چی ایجاد میکنه؟ ترس. مصرفگرامون کردن، اینو بخر اونو بخر، نمیتونی بخری، وای. این چی ایجاد میکنه؟ ترس. من جا موندم، من نتونستم بخرم، من نمیتونم بخرم، من چقدر بدبختم. ترس. شبکه‌های خبری مختلف ایجاد کردن، فلانی رو کش، فلانی رو خورد، فلانی رو برد، این کشور میخواد به اون کشور حمله کنه، این کشور میخواد این کشور رو نابود بکنه، اونجا میخوان اتم بزنن، اینجا میخوان بشر رو بکشن. این چی داره میرسونه؟ ترس. بازارهای سرمایه درست کردن، رفت بالا اومد پایین، کشید اینور کشید اونور، بدبخت شد، بیچاره شد، رشد کرد، پول در آورد، فلان شد، من جا موندم، این رفت. چی ایجاد میکنه؟ ترس. همه اینها دارن ترس ایجاد میکنن. پس به راحتی میتونن با جایگزین کردن اطلاعات و داده های غلط در زندگی آحاد مردم رو وارد یک جریان ترسناک بکنن. آگاه باشید.